56 وقتی که میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. When I'm afraid, I put my trust in you, Lord. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. When I'm afraid, I put my trust in you. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. Psalm 56:3 When I'm afraid, I put my trust in you. آمین. وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. مزمور 56 وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. آمین. خداوند شکر واسه این که تو کنار ما هستی خداوند و شکر واسه این که وقتی که ما میترسیم تو پر خودت رو ما میذاری و حفاظت به ما میدی، جاری میدی، خونه میدی، آب میدی، غذا میدی، همه چی میدی خداوند. شکر واسه این که تو خالم و همه کسایی که هیچکی رو ندارن به ما دادی، به همه بچه ها دادی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها کریسمس داره نزدیک میشه. من داشتم آهنگای کریسمسی میخوندم. بچه ها تا حالا فکر کردین که اولین کریسمس چطوری بود؟ چه شکلی بود؟ یا حتی کیا بودن اونجا؟ زری خاله مهسا، شما چی فکر میکنین؟ سلام خاله پگا، سلام بچه ها. سرده خاله مهسا، کریسمس نزدیک شده. زری هوا هم داره سردتر و سردتر میشه. زری این عکس‌ها رو با هم ببینیم. کدوم از این عکس‌ها روشی پاپیون بزرگه؟ اون چیه؟ آره من میدونم اون عکس یک کادوه خاله مهسا. آفرین زری. عکس بعدی چیزی که کلی میدرخشه، رو خونمون استفاده میکنم و حتی رو درختامون هم میذاریم. بذار ببینم. من میدونم چراغای رنگیه. آفرین زری. حالا آخرین عکس این چیزیه که توش مینویسیم و تو ایام کریسمس به هم میدیم. توش مینویسیم؟ چی مینویسیم؟ من میدونم، کارت تبریک کریسمسیه، چون من خودم کارت خودم رو درست کردم خاله مهسا. آفرین زری. پس بریم داستان امروز رو ببینیم که کادو، چراغ و کارت کریسمس چه نقشی توش دارن. من فکر کنم که کادوها رو میدم به کارت کریسمس که بریزه تو چراغا یا ماستا رو بریزه تو قیمه. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست
کلام خدا بیکار نبود. فرشته خدا جبرئیل به مریم گفت تو صاحب فرزندی خواهی شد. مریم سوال کرد چطور ممکنه؟ من هنوز ازدواج نکردم. فرشته گفت روح پاک و قدوس خدا بر تو قرار خواهد گرفت و فرزندی رو به دنیا میاری که فرزند خدا خواهد بود. مریم به اون اعتماد کرد. مریم با یوسف نامزد کرده بود، اما یوسف داستان مریم رو باور نمی کرد. به همین دلیل فرشته یوسف رو هم ملاقات کرد و گفت مریم دروغ نمیگه و فرزند اون پسر خدا خواهد بود و تو باید اسم اون رو عیسی بذاری. ماه‌های بسیاری گذشت و بعد اونها به بیت لحم شهر محل تولد یوسف سفر کردند تا در سرشماری مردم شرکت کنند. بعد از اون سفر طولانی مریم آماده زایمان شده بود، اما همه مهمونخونه های بیت لحم پر بود و بنابراین فرزند خدا در آخری به دنیا اومد. باورتون میشه بچه ها؟ کنار حیوونا. و مامان باباش اسمش رو عیسی گذاشتن. در اون شب در تپه های اطراف بیت لحم فرشته‌ای بر چوپان‌ها ظاهر شد و گفت یه خبر خوبی براتون دارم. نجات دهنده شما به دنیا اومده. اون در بیت لحم در آخری خوابیده. بچه ها یه دفعه یه عالمه فرشته ظاهر شدن. همه اونها آسمون رو پر کرده بودن و همه با هم سرود میخوندن. در میان مردمی که خدا رو خوشنود میسازن آرامش و صفا برقرار باد. وقتی فرشته ها رفتن چوپانا با عجله به سمت بیت لحم رفتن. اونها کودک نجات دهنده رو در حالی که بر بستری از کاه خوابیده بود پیدا کردند. درست همونطور که فرشته اول گفته بود. بعد از اینکه چوپانا عیسی رو دیدن به سمت شهر رفتن. اونها خیلی هیجان زده بودن. برای همه تعریف کردن که چه اتفاقی افتاده و اونها خدا رو برای کاری که انجام داده بود شکر و ستایش کردن. خاله مهتا کادو توش سورپرایز داره. بله زریبری، خدا بهترین هدیه رو برای ما فرستاده، عیسی مسیح، که نشون بده که همیشه با ماست. آره عاشق عیسی مسیحم. خاله مهتا میدونی من چی یاد گرفتم؟ چی زریبری؟ که اگه بخوایم بدونیم خدا چه شکلیه چه جوریه فقط باید به عیسی مسیح نگاه کنیم. خاله مهتا آفرین زریبری، خدا عیسی مسیح رو برای ما هدیه کرد تا نگاهمون بهش باشه. یعنی نگاهمون فقط به عیسی مسیح باشه. حالا که اینقدر خدای مهربونی داری بریم با هم یه سرود بخونیم. بریم بچه‌ها، بلند شید برید با هم یه سرود بخونیم. بریم. All is bright.
ها دوست داشتین داستان کریسمس ها؟ من خیلی این داستان رو دوست دارم. خدا عیسی مسیح رو فرستاد برای ما، یه هدیه برای ما. آیه امروز میگه متی 1:23 نام او را امانوئیل میخوانیم، یعنی خدا با ما. Matthew 1:23 They will call him Emmanuel, which means God with us. کیمیا جان سلام، میتونی این آیه رو برای ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. متی 1:23 نام او را امانوئیل میخوانیم، یعنی خدا با ما. بیاین با هم دعا کنیم. خدای پدر، مرسی که عیسی مسیح رو به ما هدیه کردی. به ما کمک کن که این خبر خوش رو به همه دوستامون بدیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها، عیسی مسیح بهترین هدیه است برای ما. من انقدر این داستان رو دوست دارم میخوام دوباره نگاش کنم. شما میتونین به دوستاتون بگین که بیان با شما بشینن و ببینن. تا دفعه بعد، خداحافظ بچه ها. عشقای قشنگم، یادتون نره آیاتون رو برای ما بفرستین.